اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب یادم هست موقعی که من خیلی نوجوان بودم، بابا منو بود حوزه علمیه. شما اگه رفته باشید حوزه دیدی حیات بزرگ داره، رفتیم تو حیات، مرغوب لنکرانه از پشت پنجره منو دید و به من یه اشاره کرد و گفت خب از پشت شیشه وقتی دیدم یک همچین حرکت انقلابی رو کرد، رفتم تو و دیدم چشاش برگ مخصوصی داره میزنه که بعدها طلبه ها گفتن این برگ کونکنیه. منو دستی به سرم کشید و گفت چطوری چاقال؟ گفتم خیلی ممنون. به روح امام راحل مادر جنده چنان چونی عمل کرد که این تخم چشم میگشت و همون شب و اکبر و امشب مشق شب داریم. من نمیدونستم معنی این یعنی چی. رفت دیدم طلبه ها توی راه روی دراز حوزه دمی بشکه صف کشیدن، تو بشکه سوراخ به نوبت فرو میکنن تو بشکه و حال میکنن، آبشون میاد. ما یه دو سه شب حال کردیم. شب چهارم یا پنجم بود، مرحوم مطهری اومد گفت اکبر و امشب نوبت توه بری تو بشکه. این مادر قهوه ها، این طلبه ها چنان بلایی سر من آوردن که از 7 سوراخم آب منی میزد بیرون و من حال میکردم و همون عامل باعث شد که بعدها من انتقام بگیرم از مرحوم بهشتی. یک روز رفتم خونهشون، از توی حیات دیدم آقای بهشتی شیشه آب مانند رو خالی کرد توی آکواریوم. بعدها فهمیدم که عرق ریخته. اومدم تو خونه تا لبچه‌های بیاره ماهی قرمز توی آکواریوم سرش رو از زیر آب آورد بیرون، رو به من گفت مادر هرچی کوسس گاییدم. هیچ وقت یادم نمیره، خیلی باحال بود. از اون به بعد پشمای من ریخت و یک ندای درونی در گوش من میگفت ابن عوینا.